صد نامه نوشتیم و جواب ننوشتن. این هم که جواب ننوشتن جواب است. رویش که پرنده نمی پریدگی در همین گپ یک برادر میگوید که با فکرم ایوونه یا که نمیدونم خلاصه تاجیک یک جای های خداوند نگهبان تا باشد. همه ما تاجیکیم، همه ما در زیر یک پرچم زندگی میکنیم، همه ما برادریم. اما برادر بسیار تماشا میکنم میگم نمیشم پرنده های نمی پریدگی رو به بزای وعده میگفتگی اولش کنه. اما ویدیو اوه بسیار تماشا میکنم، بسیار ویدیو پریکول میکنه که در تمام اینجا میگه پرنده های نمی پریدگی. این پرنده نمی پریدگی هرچند فکر کردم نمیدونم یکم پرنده نمی پریدگی باشه یا اون پیمینگه که اگله جدا شد برفت بایم پرنده نیست یا بایم به فوش را میره. مرغ باشد، مرغ هم کم کم میپره. شوخی میکنم برادر جان. ویدیو هم برادر بسیار تماشا میکنم. امروز سایتش دارم همه ویدیوش تماشا کردم، در تمام اینجا هم پرنده نمی پریدگی. گفتم پرنده نمی پریدگی چه باشه، هم یه بار ندیدم چون دیگه. خداوند نگهبانتون باشد برادر جان. و برادرم در غریبی های همه غریب بچه ها الله نگهبانتون باشد. خداوند تنی صحت و خاطر جمع دل بیغمتون تید به دستی پر به پیش پدر و مادر به پیش فرزندا به تنی سالم آمدن خداوند بزرگ نصیبتون کند. الله نگهبانتون.